سلام، من هانامو، اینجا سینما درامه. اگه جز اون افرادی هست که میخواد یه سریال یا فیلم رو ببینید ولی نمیدونید طبق سلیقتون هست یا نه، این کانال مخصوص شماست. اینجا میخوایم یه خلاصه بدون اسپویل از فیلم و سریالا بهتون نشون بدیم تا متوجه بشید از یه سریال خوشتون میاد که برید ببینیدش یا نه. البته اگه سریال یا فیلمی هم هست که بخواید خلاصش رو ببینید، فقط اسمشو بگید که براش یه ویدیو بسازیم. بریم سراغ ویدیو. البته قبلش ازتون میخوایم با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. سریال بازی مرگ، سریال 8 قسمتی با ژانر فانتزی و تناسخ که اواخر سال 2023 یعنی همین چند وقت پیش بیرون اومده. نمره IMDb 8.8 که نسبتا خوبه. جلوه‌های بصری جذابی داره. جاهای زیادی از جلوه‌های کامپیوتری استفاده شده که هم نقطه قوتشه هم به نظرم نقطه ضعفشه. جذابیت و نمره بالای سریال علاوه بر این که به خاطر جلوه‌های بصری خوبشه، به خاطر اینه که به نحوه جدیدی به مرگ و زندگی اشاره کرده. البته اینم بگم بازیگرای مطرح زیادی داره. نمیدونم خبر دارید یا نه، تو کشور کره آمار خودکشی نسبت به بقیه کشورهای توسعه یافته خیلی بالاست و تو رتبه اول قرار داره. به خاطر همین تو سریال خیلی به این موضوع اشاره کرده و چند تا سریال هم در این باره ساخته شده که یکی از معروفتریناش سریال فرداست. سریال بازی مرگ هم یکی از اون سریال هاست و چون به شیوه جدید و متفاوت بوده مورد توجه خیلی قرار گرفته. داستان سریال در مورد یک پسر کره‌ای به اسم چویجه که توی خانواده فقیر و سطح پایین زندگی میکرده، ولی خب با تلاش و پشتکار زندگی معمولی داشته. یه دوست دختر داشت که خیلی همدیگر رو دوست داشتن، دانشگاه رفته، میخواست توی شرکت استخدام بشه، ولی از بخت بدش روزی که میخواست برای مصاحبه بره یک نفر خودشو میندازه جلوی ماشین و تو بغل این جونش رو از دست میده و به خاطر همین چویجه کلن افکارش به هم میریزه و مصاحبهش رو خراب میکنه. از اون به بعد هر مصاحبه‌ای که میره رد میشه و این وضعیت 7 سال ادامه پیدا میکنه. روز به روز اوضاع براش بد میشه. با دوست دخترش با این که هنوز همو دوست داشتن به هم میزنن. دوستش پولایی که بهش داده بود تا سرمایه گذاری کنه رو از دست میده و فرار میکنه. صاحب خونه از خونه میندازتش بیرون و دیگه هیچ امیدی به زندگی نداره و بالاخره تصمیم به خودکشی میگیره و یه نامه مینویسه و خودشو از بالای ساختمون پرت میکنه پایین. ولی بعدش خودشو توی هواپیمای لاکچری میبینه، متوجه یه زن میشه که خودش رو مرگ معرفی میکنه و اون رو به یک محوطه عجیب غریب که مثل بالای صخره هستش و فضای تاریکی داره میبره. مرگ به چویجه میگه تو حق نداری تو اموری که مربوط به منه و هیچ ربطی به تو نداره دخالت کنی. مرگ چیزی نیست که تو بتونی مسخرش کنی یا بتونی کنترلش کنی و به خاطر همین تو رو قبل از رفتن به جهنم مجازات میکنم و مجازاتت اینه که تو قراره 12 بار به بدن افرادی که به زمان مرگشون نزدیک هستن بری و 12 بار به شیوه‌های مختلف بمیری. البته اگر بتونی جلوی مرگ هر کدوم از این آدما رو بگیری میتونی تو همون بدن به زندگیت ادامه بدی. البته حق این که خودکشی کنی یا کسی دیگه ای رو بکشی هم نداری. پسر تازه متوجه میشه که اون مرد داخل هواپیما خودش نیست و یک مرد دیگه است و بعدش یه چیز درخشان و الماس مانند میاد و به طرف سرش میره و بعدش خاطرات همین مرده که تو بدنش تناسخ پیدا کرده رو به یاد میاره. این شیء الماس مانند تو اکثر اون 12 تا آدم بعد تناسخ به سراغش میاد و قبل اون اصلا اون فرد رو نمیشناسه و خاطراتش رو به یاد نداره. این تناسخ و مرگ‌ها چندین بار اتفاق میافتن. یه بار به عنوان یه چترباز، یه بار به عنوان یه شرخر که هر کاری از دستش برمیاد، یه بار یه قاتل سریالی سایکوپست، یک بار یه دانش آموز که قصد خودکشی داره، حتی یک بار یه نوزاد، ولی هر بار میمیره و دوباره تناسخ پیدا میکنه. داستان تا یه جاهای ادامه پیدا میکنه تا جایی که چویجه متوجه میشه مرگ اکثر اون آدما که به جاشون بوده یه جورایی مربوط میشه به یه نفر و حالا فرض کنیم ما یه نفر رو داریم که خیلی به زندگی و مرگ اهمیت نمیده، جدا از اون چند تا جون اضافه هم داره و از یه نفر بد جور دل پری داره. به نظرتون چه اتفاقایی میتونه برای اون فرد بیفته؟ سریال داستان جالبی داره و تا ثانیه‌های آخر سریال مطمئن نیستی که قراره چه اتفاقی بیفته و اینکه چند تا شخصیت آخری که تو بدنشون تناسخ پیدا میکنه به شدت برگریزون و غیر قابل پیش بینیه که پایان سریال رو خیلی جذاب میکنه. و اگه نظر خودم هم در مورد سریال بگم اینه که سریال شروع خیلی معمولی داره.
یه جورایی که اولش میگی مثل بقیه سریال هست، ولی خب بعدش که سریال پیش میره تو همون چند قسمت اول جلوه های کامپیوتری متعددی میبینی با این که جذابه، ولی میتونست خیلی طبیعی تر و قوی تر باشه. سریال پیش میره و رفته رفته وقتی به آخر سریال میرسه تازه متوجه خیلی چیزا میشی، مثل خط زمانی متفاوت داستان برای بعضی از شخصیت‌ها. پیشنهاد میکنم موقع دیدن سریال به این مورد و کلا به جزئیات خیلی توجه کنید. در کل سریال بازی مرگ سریال خوبیه، اگه ندیدین برید ببینید و بیان، و اگه دیدین شما از کدوم یکی از این 12 تا شخصیت بیشتر خوشتون اومد حتما کامنت کنید. در آخر مرسی از نگاهتون، اگه لایک نکردی همین الان لایک کن و اگه خوشت اومد کانال رو سابسکرایب کن.